سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش باشه. امروز در مورد وعده خودکشی امیر تتلو به هوادارانش در روز کنسرتش صحبت میکنیم. با ما همراه باشید و برای حمایت از ما حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر باشید. ایده های تبلیغاتی کنسرت امیر تتلو برای هر اجرا متفاوت است. از فحاشی‌های رکیک به طرفدارانش گرفته تا مطرح کردن مراسم خواستگاری از سحر قریشی روی استیج یا تهدید کردن کسایی که از قبل بلیت کنسرت تتلو رو خریداری کردن که اگر همه بلیت ها فروخته نشه من هم کنسرتم رو برگزار نمی کنم و پول بلیت هاتونم پس نمیدم. اینا همه ترفندهایی است که امیر تتلو برای فروش بلیت های کنسرتش انجام میدهد. بعد از لغو کنسرت شهریور ماه امیر تتلو در ترکیه قرار شد که کنسرتش در مهر ماه برگزار شد که امیر تتلو گفته که در پایان کنسرتش من خودکشی میکنم و این ترفند جدید تبلیغاتی امیر تتلو باز هم فضای مجازی را به هم ریخته و شب گذشته هم تهیه کننده کنسرتش اعلام کرد که تصمیم امیر تتلو برای خودکشی در پایان کنسرت جدی است و شما طرفدارهاش بیایید در سالن او را از تصمیمش منصرف کنید. این حرف تهیه کننده کنسرت امیر تتلو اوضاع را پیچیده تر کرده. او مدعی شده روز کنسرتش به دست فردی به نام آتیلا کشته خواهد شد. در بررسی‌هایی که کاربران اینستاگرام کرده‌اند نشان می‌دهد که آتیلا یک فرد شعبده‌باز قهاری است که در روز کنسرت امیر تتلو می‌خواهد برای هوادارهای کنسرت شعبده‌بازی‌های عجیبی انجام دهد و همینطور آتیلا در بیوی پیجش نوشته که روز کنسرت تتلو این پیج باز می شود. پس اینجا مطمئن هستیم که در روز کنسرت امیر تتلو قرار شاهد شعبده‌بازی های جالبی از آتیلا ماجیک باشیم و خبری از قتل و این چیزا نیست و امیر تتلو برای اینکه همه بلیط های کنسرتش به فروش برسد اومده در صفحه اینستاگرامش گفته که من در آخر کنسرت مهر ماهم خودکشی میکنم و تا الان هم موفق شده سر صدای زیادی در فضای مجازی به راه بیاندازد و مثل دفعه‌های پیش که با سحر قریشی دعوا میکرد یا میومد طرفداراش رو تهدید میکرد که اگر همه بلیط های کنسرتش را نخرند دیگه براشون اجرا نمیکنه، یا میومد به طرفداراش فحش میداد و تهدید میکرد که کنسرتش رو لغو میکنه و پول کسایی که بلیط خریدن رو پس نمیده. الان هم که اومده و میگه آخر کنسرتی که در مهر ماه میخواهد برگزار کند خودش را میکشد. خب دوستان، نظر شما چیه؟ لطفا نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی